بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، محصلین عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که همگیتان خوب باشید. دوستان عزیز، قسمی که شما میدانید صنف های جدید ما آغاز شده است و صنف گرافیک دیزاین خوشبختانه که از دیگر صنف های هستند که ما در پانتون آزاد افغانستان صنف را ایجاد نموده است و همچنان با ایجاد این صنف پلتفرم های متفاوت را در پهلوی آن کورس‌های خودآموز را پانتون آزاد افغانستان برای محصلین صنف گرافیک دیزاین و یا هم محصلین دیگر که میخواهند در رشته گرافیک دیزاین به شکل خوب آن را یاد بگیرد کورس‌های متفاوت را به معرفت گرفته است. من یک از همکاران پانتون آزاد افغانستان. پانتون آزاد افغانستان افتخار دارد هزاران کورس‌های رایگان با سرتیفیکیت‌های رایگان بین‌المللی را از پانتون‌های بین‌المللی دنیا به معرفت گرفته است. افغانستان پرانیستی پانتون افتخار لري زرګونه وړیا کورسونه د وړیا سرتیفیکیټو سره د بین‌المللي پوهنتونونو څخه تاسو ته په معرفت نیولي دي. خب دوستان عزیز، برای کورس گرافیک دیزاین ما یک کورس برای صنف گرافیک دیزاین یک کورس خودآموز که چند تا کورس ها می باشد. یکی از کورس های آنها دیزاینینگ یوزینگ ادوب فتوشاپ است که دیزاینینگ یوزینگ ادوب فتوشاپ یک کورس خودآموز می باشد و در پهلوی صنوف که از طرف پانتون آزاد افغانستان ایجاد شده است. در پهلوی آن صنوف هفته 3 روز شما با این کورس ها را میخوانید و این کورس دیزاینینگ یوزینگ ادوب فتوشاپ است که توسط پلتفرم یونیکس است و 8 ساعت جریان یا هم زمان این کورس است. یعنی بعد از 8 ساعت شما این کورس را خلاص میکنید و میتونید یک سرتیفیکیت معتبر به دست بیاورید. و همچنین پانتون آزاد افغانستان راه را برای شما نشان میدهد که طریقه ثبت نام در تمام کورس های پلتفرم ایدیونیکس با همین ترتیب می باشه. قسمی که ما در ویدیو برای شما میگیم. خب در نخست ما باید با یک براوزر بریم. در اینجا نشته میکنیم edunx.com. زمانی که شما بالای edunx.com کلیک نمودید، در اینجا لینک را هم ما در دیسکریپشن و یا هم برایتان میگذاریم در گروپ ها. خب در اینجا است Learning Designing Using Adobe Photoshop from Scratch. قسمی که ما پیشتر گفتم یک کورس خودآموز است و باید در پهلوی از اینکه شما توسط صنوف پانتون آزاد افغانستان درس میخوانید در این کورس ها رایگان باید شما داخله گرفته باشید. ځکه چې دا وړیا کورسونه یو د افغانستان پرانیستي پوهنتون افتخار لري چې وړیا زرګونه وړیا کورسونه وړیا سرتیفیکیټو سره افغان محصلین ته په معرفت نیولي دي. ښه دلته کله چې موږ تاسو غواړو چې په دې کورس کې داخله واخلو، دلته د کورس ټول ډسکریپشن او معلومات نشته دي. شپږ دیرش لیکچر دي، 8 ساعته دي او ژبه هم انګلیسي ده. نو دلته انرول ناو وایو. ما بالای به خاطر از اینکه ثبت نام کنیم ما بالای انرول ناو کلیک میکنیم. زمانی که شما بالای انرول ناو کلیک کردین، اگر شما از قبل در این آلریدی یا هم از قبل شما ثبت نام باشید بالای ایمیل و پاسورد هم کلیک میکنید. اما اگر شما میخواید یک اکانت جدید رو باز کنید بالای ساین اپ یا هم لاگین with گوگل کلیک میکنید. خب ما بالای ساین اپ کلیک میکنم تا طریقه رجیستریشن منظم به شما نشان بدم. خب در اینجا اوتوفیل است از من. بعد از ایمیل خود را نشته میکنیم و بعدا هم یک پاسورد میدهیم. خب پاسورد هر چیز که باشه شما داده میتونید. یک پاسورد نسبتا قوی. زمانی که شما پاسورد دادین I agree to terms and condition و همچنان خب در نخست شما باید برای ویریفای ایمیل تان رو ویریفای کنید و شما بعد از یک OTP یا آن تایم پاسورد شما دریافت میکنید. بعد از او آن تایم پاسورد را شما در اینجا کلیدهایش نشته میکنید. خب میل نشته میکنید. زمانی که نشته کردین I agree terms and condition بالای ازی کلیک میکنید. همچنان I'm not a robot و بعد از او هم اکاونت شما کرییت میشود. خب بالای ساین اپ یا پر ساین اپ مش کلیک کو. کله چې موږ پر ساین اپ کلیک وکړو نو زموږ اکاونت کرییت کیږي. خب زمانی که شما بالای ساین اپ کلیک نمودید در اینجا بالای سیو ریتینگ یا هم امو یک رای باید جا میدهید. خب من نمیخوام بیان یا هم از این انتخاب میکنم. خب باید سوالات است
که از شما پرسیده می شود. خب زمانی که شما به اکانت رو کریت کردین، خب زمانی که شما بالای کریت اکانت و اکانت منجور شد و سوالات را هم جواب دادید، اینجا استارت کورس، بالای استارت کورس شما کلیک میکنید. در اینجا زمانی که شما بالای استارت کورس کلیک کردین، شما را به صفحه بعدی میبرد. زمانی که شما اینجا آمدید استارت کورس را کلیک کردید، خب درس اول در درس اول اینترودکشن یا هم معرفت است که شما یک ویدیو رو میبینید و بعد از اون اینترودکشن صورت میگیرد. خب در بخش دوم شما آمادگی است. بعد از اینکه هر کلاس شما خلاص کردین، بالای تیک مارک شما کلیک می‌نمایید. تیک مارک به این معنی یعنی شما امروز کارخانگیش انجام دادید و در صنف حاضر بودید. و اگر شما تیک مارک رو انجام ندهید، باز با شما سرتیفیکیت رایگان داده میشه. و همچنین ریویو بخش هست که شما ریت میدید. Hi there, this is Matthew Brown, back with another Eduonix tutorial. اینترودکشنش است، قسمی که من قبلا گفتم. و همچنان ما اینجا میخوایم یک سرتیفیکیت به دست بیاورم. قسمی که ما گفتم این 8 ساعت است. read the course before generating. خب اول باید شما read the course یا هم امو به کورس رای بدهید. خب ما میخوایم read the course کنم و همچنان اینجا یک چیز نوشته کنم. زمانی که نوشته کردم، خب بعد از اون سیو ریتینگ، بالای سیو ریتینگ ما کلیک میکنم و میخوایم complete the course to generate your certificate. شما باید از 33 درس را از 36 کامپلیت کنید. زمانی که شما 33 درس از اینجا را خواندید، بعد از بالای generate certificate کلیک کنید، شما اتومات در ایمیل و یا هم در همین صفحه میاد. خب بازم بسیار زیاد تشکر دوستان عزیز. امید است که این ویدیو مفید تمام شده باشد. افغانستان پرانیسی کنتون افتخار لري زرګونه وړیا کورسونه د وړیا سرټیفیکیټونو سره افغان محصلین ته په معرفت نیولي. بازم بسیار زیاد تشکر. وخت خوش. خداحافظ.